بار دیگر سلام میگم به بینندگان رادیو آزادی و اونهایی که دویم خبرها را از ما میشنوند و در این صبح دویم باره من برای شما آماده هستم که نوید بمدادی رو بگم، چون طوری میبینم با عنعنه شده است که در طول یک هفته اخیر نوید بمدادی و همیگونه سرخط رادیو آزادی از یوتیوب گم میشود، ولی باکی نیست. من تیار هستم که هر بار برای شما خبرها رو از نو بگویم. خب امروز در پراگ هوا بارانی است. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 14 درجه پایین برود. در مسکو امروز هوا ابری و 27 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ نیز هوا ابری بوده 18 درجه گرم می شود. به گوی روزی بردن باران در نظر است. در تاجیکستان هوا آفتابی است و در دوام روز گرمی به 32 درجه خواهد رسید. اکنون از خبرها میگیم پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان به حیث مهمان افتخاری در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا اشتراک میکند که قرار است روزهای 28 و 29 می در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان برگزار شود. جلسه با شرکت پرزیدنتان کشورهای عضو به مناسبت 5 سالگی امضای سازشنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار می شود. کرملین خبر داد که در این نشست پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اشتراک میکند و رهبران دیگر از جمله پرزیدنتان بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و نخست وزیر ارمنستان هم آمادگی خود را برای سفر به قزاقستان تصدیق کردند. به عنوان کشور ناظر این همایش پرزیدنت مولدووا ایگور دادون هم به شهر نورسلطان دعوت شده است. نخستین بار در این نشست پرزیدنت موقتی قزاقستان قاسم جومارت توقایف شرکت میکند که ماه مارس بعد استعفای نورسلطان نظربایف سر کار آمد. در این جلسه نتیجه های کاری این سازمان در 5 سال گذشته بررسی شده. بخش‌های اصلی همکاری در 5 سال آینده جمله در ساحه تجارت، اقتصاد، صنعت، مالیات و سیاست اجتماعی محاکمه خواهد شد. رهبران این کشورها همچنین موقع خود را به تحولات بین‌المللی بیان میکنم. سازمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا که سال 2014 با تشبث روسیه ارزیابی کرده است، پیوسته از تاجیکستان دعوت میکند که به عضویت آن شامل شود. تاجیکستان از عضویت به این سازمان استقبال میکند و در تمام این سالها گفته است که موضوع عضویت در سازمان را مورد آموزش قرار داده است. آیین‌نامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا میگوید که در قلمروی کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه ها، مال و خدمات کفالت داده می شود، اما در عمل به اندیشه برخی کشورهای عضو این سازمان شرایط رقابت مال و خدمات در داخل سازمان برابر نیست. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه شب گذشته وارد دوشنبه شد. در این باره یک منبع در وزارت دفاع تاجیکستان روز 28 می به رادیو آزادی اطلاع داد. در همین حال خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز 28 می نوشت که وزیر دفاع روسیه در دوشنبه با مقامات تاجیک در مورد بازسازی نیروهای مسلح تاجیکستان و تحکیم فعالیت پایگاه 201 روسیه بحث و گفتگو کرد. این خبرگزاری از قبل رهبر خدمات مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه گفته است که سرگئی شویگو در رابطه با این مسائل با وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا ملاقات خواهد کرد. و گفته این منبع قرار است شویگو با پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان هم واخورد و از پایگاه نظامی 201 روسیه دیدن نماید. پایگاه مذکور مکان استقرار 7000 نظامی روسیه بوده. بر اساس سازشنامه بین دولتی تاجیکستان روسیه که تا سال 2042 فعالیت کردن را دارد. روسیه و تاجیکستان خود را شریکان استراتژیکی مینامند و مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر از مهمترین بخش‌های همکاری نظامی این دو کشور به شمار می‌روند. نسبت سخنگوی سرریاست قشون‌های سرحدی تاجیکستان محمد جان اولوخوجاев طبق بند خیانت به وطن عیبنامه رسمی اعلام شده. پرونده او مقامی مخفی گرفته است. مقامات مربوطه روز 26 می به رادیو آزادی گفتند از این بابت تفتیش پیشکی پرونده تا زمانی صادر شدن حکم دادگاه به گونه پوشیده ادامه پیدا میکند. بنا به گفته یک منبع دیگر که این خبرات تصدیق کرد، پرونده را حالا مفتشان داستانی کل تاجیکستان و کمیته امنیت ملی مشترکاً تحقیق میکنند. به گفته او اولوخوجاев به آن ابدار میشود که معلومات مربوط به سیر دولتی رو به سازمان خارجی داده است. در صورت اثبات شدن این اتهام به محمد جان اولوخوجاев از 15 تا 25 سال حبس تهدید میکند. گفته می شود روز 10 اپریل بازداشت شده است. زیبا اولوخوجاев و مادر محمد جان گفته بود که مقامات روز 16 اپریل منزل پسرش را گفتگو کردند. این در حالی است که مقامات از بازداشت محمد جان اولوخوجاев سبب‌های آن و گفتگو به منزل او رسما خبری نشر نکردند. محمد جان اولوخوجاев به قبل همکاران سابقش 36 سال داشته رشته فیزیک دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم کرده است. در گذشته در آژانسی آزیا پلوس و بعدا در وزارت دفاع تاجیکستان به حیث یک کارمند تکنیکی دفتر مطبوعات کار کرده است. سال 2009 به کار در ریاست نیروهای مرزبانی قدم گذاشت. اینجا نیز کار را از نواربرداری و اجرای مسئولیت‌های فنی شروع کرده. بعدا در سال 2014 مسئولیت‌های سخنگو و ارتباط با مطبوعات را به دوش گرفت.
матбуоти русӣ мегӯянд, ки дар сохтмони автодроме дар вилояти Ленинград 7 шаҳрванди Тоҷикистон осеб дида ба бемористон интиқол ёфтанд. ТАСС менависад, ки рӯзи 27 май дар ҷараёни корҳои сохтмони автодроми Игор Драйв дар ҳудуди вилояти Ленинград дар ҷараёни корҳои дарахтбурӣ коргарон ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон осеб диданд. ҳолати яке аз онҳо сангин арзёбӣ мешавад, ҷароҳати 6 нафари дигар миёна будааст. ҳуввияти коргарони осебдида ошкор намешавад. 3 нафари онҳо ба бемористони Всеволожск ва 4 нафарашон ба шифохонаи вилояти Ленинград интиқол дода шуданд. дар ҷараёни корҳои сохтмони автодроми Игор Драйв дар ҳудуди ноҳияи Приозерски Ленинград дар масоҳати 350 метри мураббаъ чӯбу дарахти зиёд ба замин сарозир шуд. кормандони вазорати ҳолатҳои изтиёрӣ маҳалли ҳодисаро таҳқиқ мекунанд. маросими ифтитоҳии автодроми нав қарор аст соли ҷорӣ баргузор шавад. Эхо Москвы мегӯяд, ки арзиши ин тарҳ 10 миллиард рубл буда. муаллифи он архитектор Герман Тилке мебошад, ки дар гузашта тарҳи Формула 1 ва автодроми шаҳри Сочиро сохта ба истифода додааст. дар хабар гуфта мешавад, ки проекти куллии автодром ва осӯжгоҳи Игора ба миллиардери рус Юрий Ковальчук марбут аст, ки моликдори Бонки Россия мебошад. خب و بینندگان عزیز، هر نفری که میخواهید عکس و ویدیو و یا خبر خود رو در اختیار رادیوی آزادی بگذارید، لطفاً با ما تماس بگیرید و رقم ما در وایبر و واتساپ و ایمو چنین است: 420 724 05 66 81. من تقدیم خبرها را ادامه میدم. پیش بینی میشود که هفته روان در مسکو ملاقات دو روزه سیاستمداران بلندپایه افغان و هیئت مذاکره کننده صلح طالبان دایر شود. به احتمال زیاد ملاقات امروز و فردا برپا میگردد. این نشست رو برای مذاکرات صلحی حکومت افغانستان و طالبان که ماه گذشته در قطر لغو شده باز میکند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز دوشنبه گفت که هیئت 14 نفره طالبان زیر رهبری مولا عبدالغنی برادر 28 مای در مراسم تجلیل سالگرد برقراری روابط دیپلماتی روسیه و افغانستان اشتراک میکند. مجاهد افزود که این هیئت طالبان روز سه‌شنبه با سیاستمداران افغان آینده افغانستان را بررسی میکنند. تا حال واضح نیست که هیئت حکومت افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکند یا نه. طالبان میگن که حکومت رو به غرب افغانستان قانونی نیست و این جنبش اسلامی با آن سر مذاکرات نمیشیند. در نشست مسکو با احتمال زیاد حامد کرزی سابق پرزیدنت افغانستان هم شرکت می‌ورزد. بدی بودت و یا معوضه‌خوانی در مسجدهای زیر نظر حکومت در ترکمنستان همیشه یک راه برای تعریف و توصیف رئیس جمهور می‌یابند و در حقش دعا می‌کنند که سیاست موفق باشد. اما امام خطیبان در این کشور خودکامه در سمت مدیحه‌خوانی در وصف پرزیدنت امسال راه دیگری را یافتند. آنها به مردم نمازخوان دستور دادند که در ماه رمضان به دشمنان رئیس جمهور قربانگل بردی محمدov لعنت بفرستند، کاری که بر اساس مقررات اسلام در ماه رمضان درست نیست. یک خبرنگار رادیو آزادی که در مراسم تراویح چند مسجد در شهر اشخاباد پایتخت ترکمنستان بود میگوید در یکی از آنها امام مسجد ضمن معوضه از مردم خواست که رئیس جمهور را دوست دارند و دعا کنند که دشمنانش نابود شوند. خبرنگار رادیو آزادی از نام امام چنین اقتباس آورد: خدایا رئیس جمهور را از تمام بدبختی‌های ایمن نگه دارد و دشمنانش را زیر پای او افکند. مثل تمام دیگر مؤسسه‌ها در ترکمنستان مسجدان زیر نظارت سخت دولت هستند. امام‌ها را دولت تعیین می‌کند و مراسم‌های مذهبی نیز با فرموده‌های مقامات رسمی صورت می‌گیرند. در ترکمنستان که در انزوا قرار گرفته است، مقامات رسمی و مردم عادی از ترس جزا گرفتن با مطبوعات خارجی صحبت نمی‌کنند. فعالان حقوق انسان از آسیای مرکزی عملیات خدمات فدرالی امنیت روسیه در ولایت ولادیمیر روسیه را که در آن 2 شهروند تاجیکستان کشته شد صحنه‌سازی شده عنوان می‌کنند. این در حالی است که مقامات روسیه میگویند از عمل تروریستی پیشگیری کردند. فعالان حقوق انسان برینند که با شیوه شبهه‌آمیز کشته شدن شهروندان کشورهای آسیای میانه در روسیه به یک تمایل تبدیل یافته است. خدمات فدرالی امنیت روسیه اعلام کرد که شب 21 مای در عملیات 2 تروریست زاده آسیای مرکزی را که با آنها مقاومت مسلحانه کردند بی‌ضرر گرداندند. در عملیات اخیر 2 پسر مقصودگان نوعی اوون تاجیکستان کشته شدند. ماه اپریل سال 2017 نیز در عین چنین عملیات در همین شهر 2 برادر از نوعی مومن‌آباد هلاک شدند. نوارهایی که از این 2 عملیات که یکی 2017 و دیگری 2019 از جانب FSB خدمات فدرالی امنیت نشر شدند شبیه هم دیگرند. سلاح‌های افتاده روی فرش، منزل زیست و جسدهای افتاده در هر 2 نوار به یک شکل هستند. تنها در نوار سال 2019 به جای автомат نزد جسد تپانچه افتاده است. هیچ آثار تیر در هر 2 نوار در دیوارها دیده نمی‌شود. بهرام همرویف کارمند سازمان مموریال و حامی حقوق مهاجران آسیای میانه میگوید روز 26 مای با فعالان تاجیک و ازبک ترکمن مشورت کرد تا هیئت سازمان داده شده برای تحقیق حادثه به شهر کلچوگین ولایت ولادیمیر سفر کنند. آنها می‌خواهند جای حادثه را ببینند، با
ساکنان، مقامات و مهاجران صحبت کنند و نظر خود را بگویند. حامی حقوق مهاجران مطمئن است که این عملیات صحنه‌سازی شده است. به گفته او تا چند سال پیش صحنه‌های بازداشت شهروندان کشورهای آسیای مرکزی با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر نمایش داده میشد، ولی حالا اتهام به تروریسم تغییر کرده است. هر سال هزارها شهروند قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه میروند. اگر در گذشته برخی از مهاجران تاجیک مورد حمله ملتگارها قرار میگرفتند، تا یک سال اخیر بیشتر با عضویت در گروه‌های تندرو و همکاری با سازمان‌های تروریستی ابدار شده بازداشت و یا کشته می‌گردند. مقامات تاجیک میگویند که نزدیک 2000 شهروند تاجیکستان در 5 سال اخیر به گروه‌های تندرو در کشورهای خاورمیانه پیوستند و بیشتر از 60% آنها در روسیه مخفی شدند. و بینندگان عزیز، در این قسمت صحبت چون همیشه از قرب اسعار خارجی میگویم که از سوی بانک ملی برای امروز چنین تعیین شده است: $1 9.43 درم، €1 10.56 درم و 1000 روبل روسیه برابر است با 146.30 درم. و با سپاس به یک کشبا که بینندگان عزیز ما رو در این صبح بر وقت تماشا میکنید، خبرهای ما رو از آزادی ویدیو جستجو میکنید. و بار دیگر برای شما یادآور میشم که این پخش دومی ما است، یعنی ثبت دومی نوید بمدادی است. یکمش پخش مستقیم بود و چون انا در یک هفته اخیر این نوید بمدادی بازم از یوتیوب ناپدید گشت، ولی من حاضرم که هر باری که از یوتیوب نمیدونم با چی سبب برنامه ما رو حذف میکنن، من حاضرم که برای شما خبرها رو بگم. نه بس از اون که خبر 10 دقیقه است، 20 دقیقه است، من همیشه در خدمت شما حاضر هستم. با امید همکاری و با تشکر از صمیمیت و محبت شما رو در پخش‌های مستقیم من بعد بازم منتظر میشم.